جون مادرت قسمت میدم، جون بچت، جون عزیزت، یک بار این تمرینی که من بهت میگم و انجام بده. سنگ مفت گنجش مفت دیگه. فقط یک بار همین امشب تمرینی که من بهت میگم و انجام بده. اگه رزق میخوای، اگه روزی میخوای، اگه مشکل مالی داری، اگر میخوای دروازه های ثروت آسمانی به زندگی تو باز بشه، یک بار این تمرین رو انجام بده. یه تسبیح یا هر چیزی شبیه تسبیح که تو خونتون داری، حال نمی کنی با انگشتت 4 کلمه است کلا: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی القیوم. عربی حال نمی کنی، فارسی بگو. به تعداد دونه های یه تسبیح بلند 100 دونه، 100 بار تکرار کن، بعد بخواب. 20 شب این کار رو انجام بده. اگر نتیجه نداد، لعنت بفرست به من، فوش بده به من. وقتی با راهکارهای زمینی، با منطقهای زمینی مشکل حل نمیشه، باید درهای آسمان رو زد. و درهای آسمان به روی بادین و بیدین همیشه بازه. ببین، به واسطه تو 4 نفر دیگه روزی بره سر سفرشون، روزی تو 1000 برابر میشه. خلاص.